درود همراهان عزیز کانال پرشین سواب. اگر به یاد داشته باشید ما قبلا در یک پست به اطلاعاتون رسوندیم که مجموع بازی های نات کوین در یک رباتی به نام نات گیمز یک سری اسکین ها رو به کاربرها اهدای کرده که این اسکین ها در آینده قابلیت خرید و فروش خواهند داشت و الان یکی دو روزی میشه که این در واقع مارکت رسمیش راه اندازی شده و در حال حاضر کاربرها دارن اینها رو خرید و فروش میکنن. تو این ویدیو قراره به شما یاد بدم چطور اینها رو بخرید یا بفروشید و دو تا مارکت برای این در واقع وجود داره. یه دونه همین مارکت رسمیش هست که اینجا در این قسمت مشخصه که خودشون معرفی کردم و یه مارکت غیر رسمی دیگه هست که اون هم خوب ما در واقع قبلا با اون کار کردیم، تست شده هست. یه دو تا تفاوت داره اینا که حالا من جلوتر این رو اعلام میکنم. برای شروع کار شما کافیه که به ربات نات گیمز مراجعه کنید. بخش اینونتوری تمام دستاوردهای شما رو نشون میده، اینهایی که قابل فروش هست. بازی ها رو سوا کرد. ببین مثلا این برای بازی وید، این برای نات کوین، برای نات پیکسل و بستگی داره شما توی کدوم بازی شرکت کرده باشید و چه کدوم دستاورد رو به دست آورده باشید. در مورد این وید من هرگز این رو در کانال معرفی نکردم چون یه مدت بود که کلا این بازی‌ها داشتن در واقع پروژه‌ها داشتن خرابکاری می‌کردن و دیگه ما در اوج ناامیدی بودیم، ولی این وید واقعا بازی خوبی از آب در اومد. میشه هنوز هم از این کسب درآمد کرد. این در واقع قرار نیست به شما ایردراپ بده، قراره که شما بازی کنید و اگر برنده شدید همچین لوت باکس های به دست بیارید، همچین اسکین هایی به دست بیارید که قابلیت خرید و فروش داره. من لینک وید هم براتون زیر ویدیو قرار میدم. اگر خواستید شرکت کنید و اگر لازم دونستید میتونم یک ویدیو آموزشی هم برای این بسازم. و اما برای شروع کار ببینید بچه، اسکین هایی که بهتون میده، بر فرض این نات کوین، فرض کنید یه نفر مثلا 3 تا 4 تا اکانت نات کوین داره، میتونید بیاد روی این یک ضربه بزنید. ببینید این اسکین رو روش یه ضربه میزنید این صفحه ظاهر میشه. اینجا یه گزینه سند داره. شما میتونید تمام این در واقع اسکین هاتون رو به یک اکانت اصلی خودتون، کافی که اینجا یوزرنیمتون رو بزنید. حالا هر یوزرنیمی شد یوزرنیم رو بزنید. اینجا یه بررسی که بکنید، اینجا اگر درست زده باشید آیدی خودتون نمایش داده میشه و این به حالت این من همجوری الکی زدم اینجوری اومد، به حالت سند در میاد که اینو میتونید بفرستید برای اکانت اصلیتون یا هر اکانت دیگه که خواستید. مواظب باشید فقط گیر کلاهبردار نیفتید. الان کلاهبردار شروع کردن که مردم گول بزنن این اسکین هاشون رو به دست بیارن. توی این ربات نات گیمز کلا چیز زیادی نداره. شما فقط با این بخش اینونتوری کار دارید که حالا این در واقع توضیحش هم بهتون دادم. در آینده قرار حالا یک سری اتفاقات اینجا بیفته که فعلا تو این ویدیو جاش نیست من درباره‌اش صحبت کنم. اما برای فروش ببینید این قسمت مارکت که میایم اینجا مارکت رسمی رو معرفی کرده. از همینجا اگر روی این ضربه بزنم میتونم وارد ربات بشم یا اینکه من از همون لینکی که من گذاشتم میتونید وارد ربات بشید. هیچ فرقی نمیکنه. این ربات مارکت هست که میبینید اینجا علاوه بر اون در واقع اسکین های گیم میتونید اینجا در واقع گیفت و نمیدونم NFT اونجا برنامه هم خرید و فروش کنید. حالا ما با قسمت گیمش کار داریم. ببینید اینجا یک سری زبانه داریم. بیاد به قسمت این گیم که اینجا مشخصه این گیم. در قسمت این گیم این اولین سربرگ فروشگاه است. میبینید الان اینجا کاربرها در واقع این اسکین هاشون رو گذاشتن برای فروش. ما برای شروع بیاد به این قسمت نات گیم. زمانی که میاد به این قسمت هر دارایی که شما در ربات در واقع این قسمت نات گیم داشته باشید، ببینید الان اینجا مثلا این دارایی من از توی اکانتم، خب اینجا همه رو بهتون نشون میده در قسمت نات گیم. زیر هر کدومشون هم یک علامت در واقع سل داره. بر فرض من میخوام این اسکین مثلا نات کوین رو بفروشم، کافیه روی این سل ضربه بزنم. اینجا بهم میگه شما این ربات رو بازش کنید و در واقع این رو بفرستید برای من، که کافیه شما روی این یک ضربه بزنید و ربات رو اجرا کنید. به این صفحه هدایت میشید. ببینید خودش اتوماتیک آیدی خودش رو اینجا قرار داده. کافیه که این ترانسفر رو بزنم و تاییدش کنم. این ارسال میشه به ربات مارکت. ببین الان از اینجا حذف شد، از این سربرگ نات گیم حذف شد، میاد اینجا تو این سربرگ دوم از سمت راست ببینید اومد اینجا ظاهر شد. حالا من میخوام این رو بفروشم، کافیه که روی این لیست فور سال بزنم خب و اینجا قیمت رو وارد کنم. این ربات یک محدودیت توی قیمت داره. شما نمیتونی از نیم تن پایینتر چیزی رو برای فروش بذاری. نیم تن هم میذاری اینجا داره به توضیح میده، میگه 7.5% رو خود نات گیم فی برمیداره، یه خورده هم مارکت 2.5% مارکت برمیداره که جمع اینا میشه در واقع این عدد که میاد این بالا روی این قرار میگیره، یعنی نیم مال شماست. یه 55 یه 0.05 هم میاد روش، میشه 0.55 که اگر من الان اینو لیستش کنم، اینو تاییدش میزنم،
میاد تو قسمت لیست ها و این الان رفته توی بازار برای فروش. یه کاربر اگر بیاد این رو بخره، اینجا به موجودی من این بالا اضافه میشه، بعد میتونم این رو برداشتش کنم. برای برداشت هم کافیه که شما روی این اکانتتون یک ضربه بزنید. اینجا میتونید کیف پولتون رو بهش وصل بکنید. الان برای من متصله واسه من پیام قطع شدن میاد. یک کیف پول تون باشه. من از هات والت هم استفاده کردم. میتونید هم هات استفاده کنید هم تون کیپر که برداشت رو بین انجام بدید. بعد روی کافیه برای برداشت روی این ضربه فلش بالا، چون الان اینجا موجودی ندارم این فلش خاموشه، کافیه روی این فلش بالا یک ضربه بزنید که در واقع این عملیات برداشت انجام بشه. حالا فرض کنید یه نفر پشیمون شد، این الان گذاشته شده برای فروش، نمیخواد این رو بفروشه. کافیه شما این کنسل رو بزنید، اینجا تاییدش رو بدید، به همین سادگی این برداشته میشه. و حتی یه نفر کلا اصلا پشیمون شد چرا اینو آوردن به فروشگاه، شما میتونید با زدن این فلش قرمز این رو برگردونید به همون ربات نات گیم خودتون. یعنی الان اینجا من این یس رو بزنم، تایید رو بزنم، ببینید از اینجا هم برداشته شد. این کجا میره؟ میاد دوباره اینجا توی ربات نات گیم. یعنی الان من اگر ربات نات گیم رو باز کنم، این رو باید من یک بار ببندم دوباره باز کنم. اینا ببینید این آیتم اینجا من نشون میده، میگه شما یک آیتم دریافت کردید. این دوباره اومد توی ربات نات گیم من. این میشه کار با فروشگاه مارکت رسمی در واقع اینا که خرید فروش رو بهتون آموزش دادم، نوع برداشت و همه اینا هم گفتیم دیگه، چیز اینجا نمیمونه. اما یه قسمت فیلترهاش هم من توضیح بدم. ببینید اینجا قسمت فروشگاهش هست. شما اگه قصد خرید هم دارید، از همین قسمت والت خودتون میتونید اینجا دیپازیت رو بزنید، یه مبلغی رو مثلا وارد بکنید و این رو به این حسابتون در واقع حسابتون رو شارژ کنید، بعد بیاد به قسمت مارکت و اینجا خرید بزنید. مثلا این زده 3 و 3 تا. حالا اگر دنبال اسکین خاصی هستید میتونید از این فیلترها استفاده کنید. ببینید مثلا این رو من بزنم تو سربرگ گیم، میگه مثلا یه بازی انتخاب کنید، مثلا من میزنم نات پیکسل، دان رو میزنم، اینجا فقط ببینید اسکین های نات پیکسل میاد. بعد اینجا میتونید تایپش رو انتخاب کنید، مثلا لوت باکس که البته این نداره، مثلا همین اسکین. باید یه چیز انتخاب کنید که حالا داشته باشه. اینجا هم پرایس رو میتونید اینو قیمت رو تغییر بدید، بذارید روی قیمت از کم بذارید، یعنی از ارزون. ببین مثلا این ارزون ترینش اینه 0.77. و اما ربات دوم این ربات هست که میتونید اینجا خرید فروش کنید. اینجا ما گفتیم موقع توی در واقع ربات مارکت رسمی شما نمیتونی پایین تر از 0.05 چیزی رو برای فروش بذاری، اما توی این ربات که ایزی مارکت هست شما میتونی هر قیمتی که دلت خواست برای در واقع اون اسکین خودت بذاری برای فروش. ببینید الان مثلا این قارچه اینجا هست 0.08 تون، اینجا هیچ محدودیتی برای کم کردن قیمت نداره. حالا این رو من اگر بیام بازم ریوید، ببینید این قارچه اینجا هست 0.54 تون توی مارکت. خب توی ایزی مارکت که یک در واقع ربات فروشگاه غیر رسمی است، این هست 0.08 تون. یه عده میان چیکار میکنن؟ این رو از این در واقع ایزی مارکت میخرن 0.08 تون و میان اینجا میفروشنش 0. مثلا 5 اینو میفروشن و یک سودی میکنن. هم شده حالا یک حالت کسب درآمد برای خیلی‌ها. ولی اینجا چون که قیمت‌ها پایین‌تره، خرید و فروش‌ها سریع. اگر خیلی عجله دارید می‌خواد سریع بفروشید اینجا بهتره. اگر نه عجله‌ای ندارید میتونید همینجا بذارید همه رو بفروشید. اینجا قیمتش مناسب‌تره اما خب ممکنه دیرتر بره، ممکنه حتی تا 2 هفته هم طول بکشه تا مثلا یه دونه آیتم شما به فروش بره. تعداد آیتم هم زیاد، می‌بینید دیگه همه گذاشتن برای فروش. خب برگردیم به ایزی مارکت. این که همون ایزی مارکت، فیلتراش هم ببینید بچه‌ها همون شکلیه. شما میتونید اینجا از این بخش بالا سمت راست فیلتر رو انتخاب کنید، اینجا مثلا گیم ها رو انتخاب کنید، اینجا نوعشون رو مثلا لژندری مثلا وید، میبینید من مثلا 6 تون قیمتشه، 7 تون قیمتشه. پرایسش هم میتونید بر اساس لویا های بذارید. اما چطور با این ربات کار کنیم؟ این ربات یه خورده کار حتی میشه گفت راحت‌تر هم هست. ببینید در صفحه اصلی ربات کافیه بیاد به قسمت NFT نات گیم. اینجا هم ببینید دقیقاً همون آیتم هایی که من توی ربات نات گیم دارم رو داره نشون میده. این لوت باکس ها هست، اینا هست. این آیتم که فعلا قابلیت خرید و فروش نداره. حالا میخوایم اینو مثلا بفروشیم. اینجا خوبیش اینه که قیمتش هم زده، میگه الان در حال حاضر مثلا این آیتم نات کوین پایین ترین قیمتی که شما میتونید بفروشی، یعنی پایین ترین قیمتی که برای فروش گذاشته شده 0.09 هست. این در حالی که تو ربات مارکت این مثلا کمتر از نیم تن دیگه وجود نداره. فرض کنید من الان میخوام این رو بفروشم. کافیه روی این یک ضربه بزنید، این گزینه سبز رنگو بزنید، به ربات در واقع این صفحه براتون نمایش داده میشه. میگه این نام کاربری رو کپی کن. کافیه یه دونه ضربه روی این بزنید، این نام کاربری کپی میشه. بعد این آبی رو میزنید، شما رو هدایت میکنه به ربات نات گیم. اینجا شما میاد به این صفحه، اینجا کافیه شما سند رو بزنی، این نام کاربریش رو اینجا چی بکنی؟ جایگذاری کنی، همونی که کپی کرده بودی. نامش هم دقت کنید که اشتباه نشه، این آیتمشه. کافیه اینجا من ترانسفر رو بزنم،
این الان منتقل میشه به اون ربات ایزی مارکت. خب این الان اومد به قسمت NFT های من. این ممکنه یه خورده این فرآیند انتقال کمی طول بکشه، گاهی وقتا ممکنه تا 5 دقیقه هم طول بکشه که این در واقع از ربات نات گیم بیاد به اینجا. بعضی وقتا هم اگر خلوت باشه که مثل همون ربات اولی در لحظه انتقال انجام بشه. ببینید این قبلا توی این قسمت بود، تو قسمت NFT نات گیم بود که الان اومد توی NFT توی مارکت. حالا من میخوام این رو بفروشم، کافی روش یک ضربه بزنم. نه ببخشید، این رو برای فروش باید بدون قسمت سل. بیاید رو قسمت سل اینجا روش یک ضربه بزنید. اینجا ببینید بالا اینجا داره میگه فعلا پایین ترین قیمتی که این آیتم رو برای فروش تو فروشگاه گذاشتن 0.08 تونه. اینجا شما هیچ محدودیتی ندارید، شما میتونید اینجا بذارید 0. مثلا 0.2 تن. خب ولی اونجا ما محدودیت داشتیم. یا میتونید اینجا هر چیزی که خاصی اصلا بذارید، مثلا 12 تا تن، مثلا بذارید 1000 تا تن، هیچ فرقی نمیکنه. کافیه این لیست فورس سال رو بزنی و این میره تو قسمت مارکت. ببینید اینجا الان مثلا وقتی این آیتم سبز رنگ با قیمت اینجا نمایش داده شد، یعنی این رفته تو مارکت. من الان این رو مثلا حالا همجوری باید تست گذاشتم 1000 تومن برای فروش. قیمت هم که اونجا مشخصه. همه چیز در این ربات تقریبا میشه گفت شبیه اون ربات. حالا میخواید اینو کنسل بکنید، کافیه روش ضربه بزنید، این گزینه قرمز رنگ رو بزنید، ببینید کنسل شد. یا حتی میخواید دوباره اینو برگردونید به ربات در واقع نات گیم، همینجا توی همین قسمت روش ضربه بزنید، این سند رو بزنید، این برمیگرده دوباره به ربات نات گیم. قسمت اینجا هم که داره دیپازیت داره برای ورود حالا پول. اینجا میتونید رباتتون رو، این در واقع والتتون رو کانکت کنید و این هم قسمت برداشته که اگر اینجا فروش انجام شد میتونید برداشت کنید به همین والتی که متصل کردید. این خوبی داره اینجا هیستوری تاریخچه هم نشون میده. اینجا مثلا تاریخچه کل رو داره نشون میده، تاریخچه‌ای که حالا مردم دارن خرید و فروش میکنن. این حالا مثلا تاریخچه خرید و فروش های منه. میبینید یک آیتم رادار وید رو مثلا فروختم 2.69، این رو فروختم 1 خورده، این رو فروختم 6.49. این لژندری بود و فیلتراش هم که قبلا توضیح دادم از این قسمت. میگم دو تا ربات ها شبیه هم هستن، هر دو تا خوبن، هر دو تا رو من باشون کار کردم و هیچ مشکلی نداشتن. فقط موضوع قیمت هاست که میبینید اینجا توی این مارکت قیمت ها خیلی پایین تر از اونجاست، یعنی شما هیچ محدودیتی نداری، میتونی هر قیمتی خاصی بذاری. ولی توی ربات در واقع رسمیشون که اسمش همون مارکت هست، اینجا شما محدودیت داری، نمیتونی هیچ چیزی رو کمتر از در واقع نیم تن برای فروش بذاری. این هم یه استراتژی پیش میاره که طرف میاد اینجا مثلا این همین، حالا اینو ما مثال زدیم، هارچو میذاره مثلا 0.08 میاد اینو میخره اینجا، بعد انتقالش میده به این یکی ربات تو قسمت گیمش، همین قارچه رو گذاشتم مثلا 2 میاد اینجا میفروشه. این کسب درآمده دیگه. و در مورد بازی وید، ببین الان بیشتر بازی ویده که خیلی آیتم هاش توی این دوتا ربات در خرید و فروش میشه. شما هر بار که وید رو بازی میکنید، اگر اول بشی توی این بازی، بهتون یه دونه لوت باکس میده، چیزی که اینجا من الان دارم چند تا این گیم لوت باکس. ببینید اینا بهتون این لوت باکس ها رو میده هر بار که اول بشید. اگر لوت باکس ها رو باز کنید همونجا توی بازی، یه همچین در واقع آیتم هایی بهتون میده. اگر هم نمیخواید بازش نکنید، میتونید اینو همینجوری انتقال بدید به مارکت، لوت باکس رو بفروشید. اما اگر اینو باز کنید، مثلا ممکنه توی این لوت باکس یه چیز حالا لژندری چیزی در بیاد که خیلی ارزششون بالا است. حالا من اینجا لژندری رو ببینم میتونم پیدا کنم. الان مثلا اینا ببینید، اینا لژندری هستن، خیلی کمیابن. ببینید ارزون ترین قیمت 132 تونه، ولی خب خیلی احتمالش پایینه که مثلا این توی اون باکس ها در بیاد. من اون آیتم راداری که مثلا اونجا بهتون نشون دادم اون رو فروختم، اونم یه آیتم اون لژندری نبود، حالا یه لول از لژندری پایین‌تر بود. میگم در کل وید الان بازی شده که قرار نیست به کسی ایردراپ بده، فقط شما میتونید ازش کسب درآمد کنید. باید این لوت باکس ها رو به دست بیارید. هر هفته هم خودش یه دونه از این لوت باکس های سبز بهتون میده. این دو تا دیگه لوت باکس داریم، یه دونه دیگه قرمز، یه دونه دیگه هم طلایی چه رنگی است. اون دو تا دیگه خیلی با ارزش هستن. الان مثلا این آبیه از این با ارزش تره، این قیمتش خیلی بالاتر از اینه. نکته دیگه درباره این سه تا ربات و دو تا مارکت نمیمونه در مورد اینا. و اگر سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، من حتما پاسخ میدم. در مورد وید هم گفتم اگر دوست داشتید آموزش رو براتون بسازم، بگید به من تو گروه که من یه آموزشم برای بازی وید بسازم. البته این خور حوصله میخواد، بازیش در کل جذابه، یعنی برای اوقات بیکاری خوبه. این میشه از این. امیدوارم آموزش برای شما مفید واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید.